تشکر برای بازی بسیار خسته می‌نمایید. اونقدر خسته هم نه. سخن کردن میتوانم. تشکر. بازیتون خیلی زیبا بود. انتظار بودید که فوتبالیستا رو چنین بازی بکنن. ما از اول گفتیم که ما کوشش میکنیم در هر بازی تنها برای غلبه بازی کنیم و بس از اونکه حریفمون پرقوت است. از اول تا آخر کوشش کردیم که غلبه کنیم. که ورزش همین است. فوتبال یک بازی بسیار تیز و تند است. کدام دسته که کمتر اشتباه کنه در لحظه گلزنی را داد اما غالب می‌برد. دسته ما گل‌های زیبا زدند. همین طور نیست؟ بسیار دو گل زیبا زدیم. خوب نوبت با اون میرسد که در بخارا با پناه بازی میکنیم و این حل کننده خواهد بود. چی نقشه هستند؟ نقشه ها پگاه ما استراحت میکنیم برای که پگاه به بخارا سفر میکنیم و از پگاه دیگر بازی پناه را با مراکش و با پرتغال تحلیل میکنیم. طرف‌های ضعیفش را باید یافته توانیم و طرف‌های پرقوتی که پناه دارد توانیم خوب تحلیل کرده در وقت بازی برطرف کرده توانیم که به نتیجه خوب نایل شویم. خب سوال شاید اونقدر خوب نباشد اما میخوام از شما بپرسم که چند فایز ما امکان داریم که با بازی‌های پلی آف رویم؟ حاضر امکانات خوب داریم. حاضر امکانات خوب داریم و از پگاه معلوم میشه دیگر گروه ها بازی کنند که ما ببینیم که چند دسته چهار دسته که جی سیم بهترین دسته با سه خل اگر متناسب تو خوب باشن برآمدن امکان است 50% با فکرم زودتر است. تناسب توپ کرد اما ما امکانات زیاد داشتیم ولی ببینید که همه رو استفاده نمی‌بریم. این درست سام شود. سلامت باشید. رحمت آری کوش. سلامون بازی کم تبدیل شور بود. ما چه فایده داشتیم بازی کردیم. خب بازی با پناه این بازی حل کننده می شود و حال امکانیت منتخب تاجیکستان برای راه یافتن به مرحله پلی آف هست. در بازی آینده چه هدف دارید؟ هست چند سالی هم هست این بازی را کوشش میکنیم غلبه کنیم از گروه برای با بازی خوب بشه بازی خوب نشون میدیم. برای پیروز شدن در چنین بازی‌ها چه کارها رو باید انجام دهید؟ که کم مهنت کنیم در کارش که سوالم را بیاد با سستر میدونم.